درس هشتم کتاب 100 درس از استاد علی‌اکبر مرادی. نوت بمول. ما هر نوتی رو که نیم پرده بمترش رو بگیریم اون نوت رو بمول کردیم. مثلا ر، این ر بکار هست، نیم پرده بمتر، ر بمول. می بکار، می، نیم پرده بمتر، می بمول. اگر به دست چپ نوازندگان دقت کرده باشید، بعضی ها برای گرفتن پرده ها از 3 تا انگشت استفاده می کنند و عملا انگشت چهارم کاربرد زیادی نداره. همینطور که در کتاب استاد مرادی به این شکل هست و بعضی ها از 4 انگشت دست استفاده می کنند. من تصمیم گرفتم که در ضبط این ویدیوها از هر دو نوع انگشت گذاری استفاده کنم و خدمت شما ارائه بدم.